کمیته اولت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 21 آگوست سال 2022 در جمهوری باز یک حالت غرق شدن کودک روی داده است. بنا به اطلاع این نهاد روز یکشنبه ساعت 12:00 به نوبتدار کمیته اولت‌های فوق‌العاده زنگ زده خبر دادند که یک ساکن جماعت نورین نویه یاوان ولایت ختلان هنگام آببازی در کانال محلی غرق شده است. دسته نجات بخشان از ریاست اولت‌های فوق‌العاده ولایت ختلان به جای حادثه سفربر کرده شدند، ولی تا حال جستجوی جسد کودک نتیجه نداده است. عملیات جستجو روز 22 آگوست از سر گرفته شده است. کمیته اولت‌های فوق‌العاده بی‌پروایی والدان را که کودک را در لب آب تنها و بی‌نظارت گذاشتند سبب این فاجعه می‌شمارد. بنا به آمار کمیته اولت‌های فوق‌العاده طی 7 ماه سال 2022 در کل و دریا و کانال‌های تاجیکستان الکی 123 نفر از جمله 64 نابالغ سنشان تا 16 غرق شده است. سال گذشته در تاجیکستان 155 نفر از جمله 75 کودک غرق شده بود.